سلام دوستان، خوش اومدید به اولین قسمت از بالهای بیداری. من اینجا با شما هستم و قراره درباره چیزهایی حرف بزنیم که توی زندگی روزمرمون مهمن ولی شاید کمتر بهشون توجه میکنیم. توی این قسمت میخوایم یه سوال ساده ولی عمیق رو بررسی کنیم. چرا باید خودمون رو بهتر بشناسیم؟ خودشناسی یعنی آشنایی با احساسات، ارزش‌ها، ترس‌ها و آرزوهای واقعی خودمون. یعنی بدونیم چه چیزایی ما رو خوشحال میکنه، چه چیزهایی ناراحتمون میکنه و چرا؟ چرا این شناخت انقدر مهمه؟ اولین دلیلش اینه که وقتی خودتو بشناسی، بهتر میتونی تصمیم بگیری. خیلی وقتا ما انتخابایی میکنیم که بعدش حس میکنیم مال ما نبودن. چون دقیق نمیدونستیم چی میخوایم. شناختن خودمون مثل داشتن یه نقشه است. بدون نقشه توی زندگی فقط میچرخیم. ولی با نقشه میدونیم به کجا میخوایم برسیم. دلیل دوم اینه که خودشناسی باعث آرامش درونی میشه. وقتی ندونی کی هستی یا چی میخوای، ذهنت همیشه درگیره. هی خودتو با بقیه مقایسه میکنی. اما اگه خودتو بشناسی، میفهمی مسیرت منحصر به فرده. لازم نیست شبیه هیچ کس دیگه ای باشی. سومین دلیل چیه؟ اینه که خودشناسی به ما کمک میکنه روابط بهتری داشته باشیم. وقتی بدونی چی میخوای و چه حد و مرزایی داری، راحت‌تر میتونی با بقیه ارتباط برقرار کنی و روابطی بسازی که واقعا ارزشمندن. یه تجربه شخصی هم بخوام بگم، من خودم زمانی که نوجوان بودم، همیشه دنبال این بودم که دیگران ازم راضی باشن. همش سعی میکردم همه رو خوشحال کنم. ولی کم کم فهمیدم باید بفهمم چی واقعاً برای من مهمه، نه اینکه فقط دنبال تایید بقیه باشم. از وقتی شروع کردم خودشناسی رو بشناسم، آرومتر شدم و انتخابام واقعی تر شدم. در نهایت، خودشناسی یه سفره، نه یه مقصد. لازمه هر روز یه ذره بیشتر خودمون رو کشف کنیم. با خودمون مهربون باشیم و بدونیم که هر قدمی که برای شناخت خودمون برمیداریم، یه قدم به زندگی شادتر و آرومتر نزدیکتر میشیم. ممنون که با من همراه بودید توی اولین قسمت. اگه از ما خوشتون اومد، حتما سابسکرایب کنید، لایک بزنید و برای ما کامنت بذارین که شما چه تجربه هایی از خودشناسی دارید. منتظر قسمت های بعد باشین. بدرود.